فامیل فکر میکنه دم اروپا که رسیدی دیگه مستقیم میری سر بانک میشینی، دیگه پیسه جارو میکنی. من هنوز بوت خود از پای خود نکشیدیم، گروه جور کردن. نفر اینقه پیسه به ما بفرست که ما دویت کردیم تا اوجه رسیدی. یکی دیگه میگه به ما باید آیفون 17 بخری بفرستی، هنوز نامده در بازار. یکی دیگه میگه اگر نفرستی دیگه از ما و شما مرده جدا و زنده جدا چیز دیگه. تو خب بان ما هنوز با خود سیم کارت نگرفتیم، چطوری با تو پیسه روان کنم؟ ایجه او تو گپا نیست که پیسه بالا پایین کنی. شاید تو وقت دعا میکردی نرسم.